مجلس وکیلان خلق ولایت سوخت با اشتراک صدها هوادار هنر و موسیقی و هنرمندان نامی تاجیکستان پرده از روی لوحه مکتب موسیقی بچگانه ناحیه دوشتیج به نام دمیربگ عالیموف کشاده گردید. پس از فوت این هنرمند در پی یک صدمه نقلیاتی با تشبث مخلصان و پیروان و هواداران مکتب هنری او این اقدام روی کار آمد. با درخواست مجلس وکیلان خلق ناحیه دوشتیج و با قرار رئیس ولایت سوخت مکتب هنری بچگانه به نام علوچه فرهنگی تاجیکستان و دارنده مدال شایسته دمیربگ عالیموف نامگذاری گردید. نامگذاری شدن مکتب مذکور به نام صنعتکار ورزیده برای هر یک کدام آموزگار و دستپرورانش و تمام مردم دیار باعث افتخار خواهد بود. باوری کامل دارم که از درگاه این مکتب صنعتکارانی با استعداد دیگر نیز مثل دمیربگ عالیموف و کمال رسیده برای انکشاف فرهنگ کشور خدمت خواهند کرد. چندی از محصلین این مکتب موسیقی عزم دارند سرودهای دمیربگ را بازخوانی کنند و آن را دیگر باره به هوادارانش تقدیم نموده به آن پیروی سازند. جورابک مرادوف هنرمند خلقی اتحاد شوروی در این مراسم گفت که شاگردش دمیربگ عالیموف در عمر کوتاه هنریش صاحب مکتب گردید. جوانمرد شد. صد افسوس عیسی پیغمبر کرامت الله احمد ظاهر دمیربگ همینا 33 بار وفات کردند. من فکر میکنم که الان خدا 30 و 40 و 50 100 همینا 33 در آمده باشدن کاری 100 ساله کردن جاویدانه نامشای موندن. روزی که از این دیر دودر درگذریم با 7000 سالگان سر بسریم. در ردیف این چاره‌بینی همچنین کتاب دست جمعانه ترتیب داده شاعر و نویسنده جوان تاجیک بزرگ مهر بهادر که یاد و خاطره دوستان و همکسبان دمیربگ عالیموف را تحت نام آه آهنگ منتشر گردانیده بود رونمایی گردید. افضل شاه شادیف هنرمند سرشناس تاجیک هم از لحظه های همکاریش با دمیربگ یادآوری نمود. دمیربگ جان گفزن تو خیلی گفتم استاد من اینجا آمدم شما گوش کنم گفتم 4 تا دیگه سردتان اجازتت مخوانم. من گفتم به خدا همه ایجاداتم خونه. من رپرتوار استاد جورابی مراد با خوانده افضل شاه شدی اما هیچی نبودم. من همین استاد خواندم. برای همین شاگرد فخر میکنیم که خیلی دادر خیلی فرزند. دمیربگ عالیموف از معروفترین سراینده های پاپ تاجیک 20 مارس سال 1989 در ناحیه دوشتیج ولایت سوخت تولد شده در عائله آوازخوان باتورجان عالیموف به وای رسیده است. سال 2004 پس از ختم مکتب به کالج موسیقی به نام صادرخان حافظ شهر خوجند داخل شد. فعالیت ایجادی خود را در انسامبل نور خوجند آغاز کرده و سالیان زیاد در انسامبل صدای سوخت نیز کار میکرد. دمیربگ عالیموف سال 2011 اول با ترانه زلفان میده معرفی گردید و دیرتر با ترانه دنیا مشهور شد. دمیربگ عالیموف از خود 3 فرزند و چندین سرود گذاشت. آخرین سرودش بچگی هم بود. 2 آلبوم ترانه‌هایش را با نام مست ترانه و دنیا به هواداران پیشکش کرده و آلبوم سیومش را باید بهار گذشته معرفی می‌نمود ولی فرصت نیافت. همکنون شاگرد و یکی از پیوندانش محسن بگ رسولوف نیت دارد سرودهای آماده کرده و اما نسروده دمیربگ را اجرا نماید و مکتب هنریش را ادامه دهد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دوشتیج. زیبایی سمرقندی شیرینی شکر